شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌کنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی بعضی از ادارات دولتی، اصلاحات انتخاباتی، سرنوشت شورای ملی، وضعیت امنیتی و نقش مشران جرگه در عملکرد و پرسان از مسئولان امنیتی موضوعاتند که در بحث امروزی من با محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار میگیرند. جناب مسلمیار صاحب بسیار تشکر از اینکه وقت دادین. تشکر. جناب مسلمیار صاحب، مشران جرگه روز قبل در جلسه عمومیشان بسیار جدی تاکید کردند که آنها از وزرایی که یا وزارتخانه‌ای که بودجه انکشافیشان به مصرف نرساندند با آنها باید برخورد جدی صورت بگیرد. در این رابطه می‌خواستیم گرچه که شما از موقف مشران جرگه یادآوری کردین، می‌خوایم نظر خاص شما را داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که زمینه را برابر کردین با از طریق رادیو آزادی با مردم خود شریک می‌سازیم. تشکر از شما. مشران جرگه شورای ملی تصمیمی که دیروز گرفتن به خاطر مردم بودن و امو تعهداتی که رئیس جمهوری کشور با مشران جرگه با اعضای مشران جرگه در طول امو سال کرده بودن که ما بودجه داریم و شما نظارت بکنین از کابینه و نظارت حکومت باید مصرف بکنن و از لحاظ پیسه ما کدام مشکل نداریم. با همو تعهداتی که رئیس جمهور با بروکسل میرفت، یک روز دو روز پیشش مشران جرگه دعوت کرده بودن و گفتن که کسایی که پیشنهاد مشران جرگه بودن که کسایی که جناب جمهور رئیس بودجه را مصرف نکردن و دیروز شما با ما وعده کردین امروز باید با ما وعده خود استاد باشین و دوستا را من حیث وزیر ما دیگه نمیشناسیم و کسای کارفهم باید پس به امو ادارات معرفی شوند که همو استراتژی و اهدافی که شما دارین و در قبال مردمی که شما وعده کردین با امو وفا بکنین و پیش برین. همو بحثی که در پارسال یا 2 سال پیش در کابینه بودن که کابینه ما تقریبا 1 سال طول کشید، او رو بحث هم شدن و از این بحث رئیس جمهور وعده کردن که با شمول رئیس اجرا که حتما کسایی که بودجه مصرف نکردن و جوابش به ملت نبود و جوابش خانه کردن و تصمیم میگیریم. با همون تعهدی که از بروکسل هست جمهور رئیس عملا دیروز مشران جرگه تصمیم گرفتن و گفتن با حکومت که کسایی که بودجه ملی که از طرف پارلمان تصویب شده مصرف نشدن باید جمهور رئیس و نظام با وعده خود وفا بکنن. همون دوستان که دور خود کنن از وظیفهش باید به سرانواری معرفی شود، تحقیق شود که چرا وقتی مردم افغانستان 1 سال ضایع شد و پیسه ما و شما خو پیسه هستند که از دنیا به ما کمک میشن و اگر مصرف کردیم خو نوش جانب، اگر مصرف نشد پس میرن به امو کشورهای یعنی فایدهش به مردم افغانستان نمیرسه که ما این باز ذخیره کنیم و بعد برن باز سال آینده. نه، این باز یک بحث جدی است. با مو خاطر مشران جرگه دیروز با اکثریت ایرانه بلکه به اتفاق ایران تصویب کرد که جمهور رئیس باید امو وزیرایی که امو رؤسایی که بودجه واحد تنها با امو وزارت است محاسبه شود و از پرسان شود. بعد از پرسانش از وظیفه اگر با امو معیار برابر نبود سبکدوش و به سنواری معرفی شود. ولی جناب مسلمیار صاحب، سوال مطرح میشه که یکی از وظایف شورای ملی نظارت از عملکرد حکومت است. یعنی در طول سال از طرف ولسی جرگه و مشران جرگه باید نظارت دقیق صورت می گرفت. در جریان سال باید تیمای نظارتی از شورای ملی در مجموع نظارت میکرد و در جریان سال مثلا وزیری که اگر بی‌توجهی میکرد به کفایت بود، در کل ظرفیت از این نداشت که پروژه بسازه و بودجه انکشافی خود به مصرف برسانند، باید عکس العمل شدید مو جریان سال نشان میدادند. یک گپی مسلکی هستن و میخوایم که در این رابطه کمک وضاحت بدیم. بودجه بدون شک 20% است. این 20% با اطمینان به شما میگیم که با 40% و 50% میرسه. به خاطر که امو تجربه که ما 7 سال از مشران جرگه و از پارلمان داریم و پروسه تدارکات ما که در این وقت شیوهش تغییر کرده، با امو شکل است که در اواخر ربع اخیر ما
همه چیزا کارا از وزارت ها که جمع شدن نهایی میشن و باز بودجه مصرف میشن. بعضی کارایش دارا هستن و بعضی امکاناتش به دست همو کسایی که کار میکنن به اون نرسیدن. یک بحث است. بدون شک گپ شما کاملا دقیق و درست است. خب ما جواب ما است به شما که ما نظارت خود کردیم. تعهد نظامی بودن که در جیب شما چی است این پرسان ما نیست. بله. ما گفتیم که پیسه دوستای بیرونی ما هستند که مثل که در بروکسل و وارسا وعده کردن. بله بله. وقتی که در بروکسل به ما وعده کردن که ما 15.2 میلیارد دلار به شما کمک میکنیم در 4 سال، این تقسیمات ما هستند که در بودجه انکشافی ما تقسیم میکنیم به 4 سال. وقتی که امو پیسه به دست وزارت های مختلف رفتن و ما امو در سال ولسی یا مشران جرگازی نظارت میکنن و وزارت یا مسئول یا اداره مسئول به او جواب میتن که بله او مصرف شدن. متاسفانه این جوابی از اینا هستن. اصلا که در سال اخیر کاغذ آدم میبینن، نو ما خب نظارت خود کردیم. در کاغذ که میگنن چی انرژی داشتن و چی هجومی کار بود، باز اصلی حقیقت اینجا پنهان نمیشه. نو اصلی حقیقتی است که چیزی که در کاغذ است که امروز یا یک ماه پیش 22% بودجه بعضی وزارت‌ها یا 18% بودجه مصرف کردن، بعضی 30%. در نهایت در مجموع همه بودجه که از طرف شورای ملی تصویب شدن 32 چند درصد مصرف شدن. خب یک ما پیش بودن، پیش از میزان و اقرب و قوس که اگه محاسبه میشن مسیما شاید ارقام بالا برن و ما تاجدی بودجه را به دستی از اونا دادیم. بحث ما است که بدون شک ملاحظه هستند. خود در جدی معلوم میشه که کدام و یا در اقرب معلوم میشه که کدام وزارت ناکار یا کدام اداره ناکار هستند که از 50 و 55% بودجهش بالا مصرف نکردن و مصرفش هم به خیر مردم نبود. باز در وقت انشالله ما با متعهد خود احسال است. بسیار زیاد تشکر جناب سمیق صاحب. بر علاوه از که اینا تعداد از وزارت ها نتونستن بودجه انکشافی را ارائه بکنن، با یقین که معلومات که چنانچه شما گفتین غلط هم ارائه کردن به شما در جریان نظارت که شما کردین. خب بحث بودجه را یک طرف اگر بگذاریم به اصلاحات انتخاباتی توجه بکنیم، تا چه اندازه شما رضایت دارین از اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده و قرار است بالایش کار بکنه؟ رضایت ما خوالی کار نشدن. رضایت او وقت آدم منفی و مثبتش قضاوت میکنن که چیزی که انجام شده باشه. اما پروسسی که پیش مطرح کردیم و حالا میگیم که دولت امروز در کار چی کردن، این پروسس یک پروسس نو است. جواب شما مختصر بود. سوال شما به جوابم با مو شیوه بودیم که ما از حکومت میخواهیم که اعتماد مردم را به دست بگیرن. انتخابات به خاطر مردم است. در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شود و همون کسایی معرفی شوند که اعتماد مردم داشته باشند و امانت مردم که رای مردم است این را حفظ بسازند. یک موضوع جناب رئیس صاحب وجود داره که متاسفانه نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنند، مثلا تیفا و فیفا، اینا ابراز نگرانی کردن و گفتند که عدم موجودیت یک شیوه کار درست و موجودیت مشکلات تکنیکی در کمیته گزینش باعث مشکلات در یک قسمت شورای ملی به خصوص مشران جرگه که شما ریاستش به عهده دارین، چی تدبیر روی دست دارین؟ حالا بحث ما جناب استاد بحث قانون انتخابات نیست که ما در اینجا پیپا و تیفا بدون شک یک نهاد مسلکی هستند و اما 12 سال از پروسس انتخابات یا 15 سال از پروسس انتخابات در وقتهای مشخص نظارت کردن و حقش هستند که باید از این نظر بگرفته شود که با کدام شیوه باید انتخابات صورت بگیرد. خب باید مشوره گرفته شدن. علی بحثی هستند که این همون قانونی که 3-4 سال پیش تصویب شده بودن این ملغا شدن به خاطر همون 2 فرمانی که از ولسی غلط شدن و یک فرمان تقنینی نو رئیس جمهور معرفی کردن که طالب با همون فرمان هم دوستا کار میکنن و ضرورتش به چی نیست، با شورای ملی طالب پیدا نشدن و با همون فرمان میگن که ما کار خود شروع میکنیم. این 2 بحث هستن. اگر شیوه انتخابش گپ قانون اساسی باشن،
خود صلاحیت رئیس جمهور است. هر چی که رئیس جمهور، هر کسی که رئیس جمهور انتخاب میکنن و امو اعضای کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی را معرفی میکنن. اگر بحث امو قانونی قبلی باشند نو پیپا و ټیپا مستحق هستند که باید بحث شوند و مشوره شوند و کدام فرمانی که و کدام قانونی که از لحاظ فرمانم با توشیح شدن اون ملاحظه خود دارن، به خاطر که در یک ما باید به شورای ملی بیاین و به شورای ملی تصویب کنن و شورای ملی هر وقت ایراد میکنن. یک بحثی بودن که باس دوستان میگفتن که شورای ملی نمیخواین یا خصوصا ولسی نمیخواین که انتخابات شوند و بحثی بودن که حکومت اراده به انتخابات ندارن. از این بحث بیرون شد و امروز کمیته گزینش تعیین کردن و حکومت تعهدم کردن در بروکسل و امروز هم تعهد میکنن که ما انتخابات میکنیم. انتخابات ارزوی همه مردم افغانستان است. ما امروز به این اراده رسیدیم که انتخابات شود به هر شیوهی که میشه خو عادلانه شود. علی مشکلاتی که ټیپا و پیپا دارن و یا نظریات خود دارن، این نظریاتش بر حق است، ملاحظهش ما تایید میکنیم، خو شیوه کار با اون شیوه نیستن که ما ملاحظه بکنیم. ملاحظه ما خواهمو بودن که فرمان رد شد. وقتی که یک چیزی رد شود بعد از این که کار آغاز میکنن نو مسئولیتش به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است. بسیار زیاد تشکر جناب رئیس. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، هلمند، اورزگان، فراد، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشون. در این قسمت نظر شما رو می‌خواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کارکرد مسئولان امنیتی؟ نه، قناعت ما فراهم نیست. مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست. مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی. در این روزا یا در این سال اخیر مشکلات ما در کندوز و اورزگان و هلمند و بعضی ولایت‌های فرا و فاریاب جدی‌تر شدن. این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و از اداراتی که مسئول هستند و وزیرافت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی، این هستند که با زودترین فرصت به مردم با مشکلات مردم خود برسند و چیزی که لازم هستند با مو دوستا امو زمینه زندگی را فراهم بسازند. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستند و سر از این که قوای مسلح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستند قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است، باید تقدیر شود. تقدیرش و عزتش به جای خود. کسایی که در رأس امور ادارات هستند مسئولیت دارند که سرباز خود تجهیز کنند تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تروریستا هستند و از بیرون میان امر از این مبارزه بکنند. بسیار زیاد تشکر جناب رئیس. لطف کنید. سلامت باشید.